هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قبل از شروع چند تا قاعده مهم در بابت تزکیه نفس، اولا یک مقدمه مختصره در این رابطه داشته باشیم که اصل تا چی اندازه را تزکیه نفوس، تزکیه نفس برای ما مسلمان ها ضرورت است. بدون شک تزکیه اولا به معنای پاک کردن است. تزکیه نفس یعنی اینکه پاک کردن نفوس از تمام گندگی ها و از تمام آنچه که مخالفت شریعت است و از هر آنچه که مخالفت دین است، ایرا پاک کردن، ایرا میگن تزکیه. بدون شک ما در عصر قرار داریم که فتنه ها به هر یک من و شما هجوم آوردگی هستند و در خانه های هر یک من و شما این فتنه ها وجود دارد و بدون شک در این عصری که ما قرار داریم، در این عصر پر از فتنه، همچنان که به هر یک من و شما به خوردن و نوشیدن طعام و شراب نیاز و احتیاج داریم، همون اندازه ما به پاک کردن نفس ها و اونها را از تمام عیب و گناه و ذنوب و معصیت و خطاها پاک کردن، ما به این خیلی ضرورت و احتیاج داریم. چون که اسفونه یکی از خطای مدارس امروزه، اکثر مدارس امروزه، نمیگیم همش، بلکه یکی از خطاهای بزرگ مدرسه های امروزه این است که مردم را تعلیم میدهند و مردم را معلومات دینی میدهند براشون، چی در مورد قرآن باشد و چی در مورد سیرت رسول صلی الله علیه و سلم باشد و چی در دیگر موضوعات. یعنی این مدارس الان امروز گشته است با عنوان و به نام سواد آموزی، کسب معلومات، گرفتن فقط تنها اینفورماسیا، فقط تنها این شدگی هستند. اما این که در اوج تهذیب نفوس باشد، تزکیه نفس باشد، پاک کردن نفس از تمام عیب‌ها و گندگی‌ها باشد، متاسفانه این چیز دیده نمی‌شود. و اگر مدارس امروزه به همین شکل اگر تعلیم و تربیتشون را دوام بدهند، فقط تنها این که طلبه وارد می‌شود و چند تا معلومات ها در مورد دین، در مورد رسول صلی الله علیه و سلم، در مورد پیامبران میگیرد، کسب معلومات میکند، اینفورماسیون و معلومات میگیرد و از همینجا بیرون میشود با همین خطاها و گناهها و معصیت، با حب شهوات و فحشا و منکرات. پس این برای امت رسول صلی الله علیه و سلم هیچ نفعی رساندن نمیتواند و این علمش هیچ براش نفعی و فایده نه به خودش و نه به دیگران است. اگر فقط تنها از علم آموختن، فقط تنها این کسب معلومات باشد، پس از ما دیده، از امروز اکثر مسلمان ها دیده امروز کفار و یهود و نصارا به اسلام بیشتر معلومات دارند نسبت به مردم عامه مسلمان ها. امروز کفار در جهت رسول صلی الله علیه و سلم، در جهت از اونها از محمد بپرسین، ها در کتاب‌های تاریخشون میخونن در مورد دین، در مورد اسلام چگونه است، چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم فتوحات کردن، اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بودن، چی خصلت‌ها داشتن، حتی کتاب‌های نوشته هستند. اما ببینیم که با این کسب معلومات برای اونها هیچ نفعی در ایمان اونها نداده. از این خاطر تنها علم را آموختن به قصد سواد آموزی که امروز اکثریت همین عادت شدگی است، یا اینکه برای کسب شهادت، این هیچ فایده منفعت نمیرساند. ببینیم که ما در زمان رسول صلی الله علیه و سلم شیوه تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه بود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شیوه تعلیمش را الله عز و جل در قرآن خودش بیان میکند که در سوره جمعه الله میفرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. این پیامبری هست، الله اون ذاتی است که فرستاد در مابین این کسانی که ناخوانده هستند، پیامبر فرستاد، رسول از میان خود اونها، که او این گونه تعلیم میداد. یتلو علیهم آیاته، آیات الله را بر اونها تلاوت میکرد
و یزکیهم و اونها را تزکیه میکرد و یعلمهم الکتاب و الحکمه بعدا اونها را تعلیم قرآن و سنت اونها را تعلیم میداد. در اینجا علما ذکر میکنند که چگونه که در همین موضوع تقریبا 4 آیت به همین شکل آمدگی است. یک آیت در سوره بقره است چنانه که ابراهیم دعا کردن که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. در همینجا ابراهیم دعا کردن که یا الله برای از همین ذریت من یک نفر پیامبر را بفرست که اینها را تعلیم بدهد از خود همین مردم، که اینها را تعلیم بدهد، اینها را تلاوت قرآن بکند و اینها را تعلیم بدهد و اینها را تزکیه بدهد. پس در اینجا فقط در تنها در همینجا تزکیه تعلیم قبل از تزکیه آمدگی است. یعنی 4 آیت اگر در این موضوع باشد فقط در یک جا تعلیم قبل از تزکیه آمدگی است که همین آیت است. باز هم در جزء دوم صفحه دومش هم الله میفرماد که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. همچنین که ما برای شما رسول فرستادیم که اون در از همین خود شما که تعلیم میداد مردم را و تزکیه میداد مردم و تعلیم میداد. پس در باز در همین سوره بقره در جزء دوم صفحه دومش در اینجا تزکیه پیش از تعلیم آمدگی است. باز در سوره آل عمران الله عز وجل میفرماید که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. الله عز وجل برای شما منت کرد، برای شما احسان کرد که رسول از خودشان فرستاد، از مابین خودشان پیامبر فرستاد که بر اونها آیات الله را میخوان، اونها را تزکیه میکرد و اونها را تعلیم میداد. پس در اینجا بازم تزکیه پیش از تعلیم اومدگی است. این دیگه آیت سومی آیت سوره جمعه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اون الله ذاتی است که فرستاد در میان انامین قوم ناخوان رسول از میان خودشان که تلاوت میکرد بر اونها آیات الله عز وجل و یزکیهم و اونها را تزکیه میکرد، اونها را تزکیه میکرد و یعلمهم الکتاب، اونها را تعلیم میداد و الحکمت و حکمت اینجا سنت است. و این کان من قبل فی ضلال مبین، گرچه که از قبل اینها در یک گمراهی آشکار بودند. این سومی آیت پس در اینجا بازم تزکیه پیش از تعلیم اومدگی است. و در اینجا حکمتش این است که اولا تزکیه است بعدا تعلیم است. اولا تزکیه بعدا تعلیم. و دیگه قاعده ای است که بازم در قاعده پنجم است الله علم که میخونیم، یکی تحلی است، یکی تخلی است و یکی تحلی. تخلی اینا میگن که انسان خودش را از تمام گناه و معصیت خودش را پاک میکند، از تمام گناه، ذنوب و خطاها و معصیت و گناه و نافرمانی الله خودش را پاک میکند. یه میگن تخلی، خالی کردن. دوم قسم تحلی، این خود را آراسته کردن. با چی؟ یعنی با معلومات دینی، با قرآن و با احادیث رسول صلی الله علیه و سلم و با اتباع رسول صلی الله علیه و سلم، با این خودش را انسان آراسته کردن. بدون شک انسان قبل از اینکه خودش را آراسته بکند احتیاج دارد اول خودش را پاک کردن. چون که شما یک چیز را اگر میخوایم که او را رنگش بکنیم، احتیاج داریم اولا اینکه باید که اگر بخوایم که همون رنگ خوب در اوجا بچسبد، احتیاج داریم که باید که ما این ضرورت پیش میاد که اول اون تمام اون زنگ ها و اون چرکنی ها و تمام اون جزیری ها را باید که ما تازه بکنیم، بعدا اون رنگ ما بالای اون رنگ بکنیم. و الا قبل از تازه کردن اگر ما او را آراسته بکنیم، بعد از چند روز تحت خودش را همون شیء و همون چیز تحت خودش را نشان میدهد. یعنی این عمل ما اونقدر دوام نمیدهد. و تقریبا چون قبلا بیان کردیم این موضوع همین شکل است. اکثر مدارس، نمیگیم همش بلکه اکثر مدارس به همین شکل هستند که یعنی قبل از پاک کردن مردم را آراسته میکنن و در حالی که بعد از چند روز اون شیء و اون چیز یا اون کس تحت اصلی خودش را نشان میدهد. پس تزکیه قبل از تعلیم همون چی است؟ همون تخلی است. یعنی اول انسان باید که خودش را خالی بکند و بعدا خودش را تحلی بکند که با همون تعلیم گرفتن، با آموختن عقیده و منهج و با یاد گرفتن سیرت رسول صلی الله علیه و سلم و دیگر از معلومات دینی، با این خودش را بعدا چه کند؟ تعلیم بدهد. ببینید که این آیت روش و شیوه تعلیمی رسول صلی الله علیه و سلم را بیان میکند. اول این موضوع هر کس یک شیوه تعلیم را بیان میکند، در حالی که شیوه تعلیمی پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه بود. حتی ببینیم که عبدالله بن مسعود میفرماید که در زمان ما مردانی از بودن که این گونه تعلیم میگفتن که اونها 10 آیت هم گرفتن، پس او را میآموختن، او را حفظ میکردن و با او عمل میکردن و بعداً باز 10 آیت دیگه میگرفتن. این بیان روش و شیوه تعلیمی رسول صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که عبدالله بن مسعود از زمان خودش میگه مردا این گونه بودن، یعنی 10 آیت میگرفتن، او را حفظ میکردن و او را از خود میکردن، با او عمل میکردن و بعداً
بعد با آیات دیگه به آیات دیگر میگه. در روایت میاد که عمر رضی الله عنه در طول 12 سال سوره بقره را حفظ کرده است. آیا اینجا عمر رضی الله عنه آیا ذهنشون ضعیف بدن؟ نه، بلکه این همون تأمل و تدبر و اندیشه و حق قرآن را یاد کردن بوده که اونها هر آیاتی که میگرفتن او را حتما عمل میکردن. بله، برخلاف امروزه که متاسفانه این کلام الله عز و جل را فقط تنها چی گرفته هستند، مردم تلاوتش فقط گرفته هستند خلاص، در حالی که از حقای قرآن که یکی از قواعد دیگری هست که در این رابطه بازم تفسیر صحبت می شود. یکی از قاعده دیگری از تزکیه هم است که منبع تزکیه قرآن است. در اونجا ان شاء الله که مثلا بازم بیشتر بیان کرده می شود. اما این را باید متوجه باشیم که پس تزکیه نفس تو این درجه را چه در اهمیت داره و مهم است. و مهم بودنش همین است که ببین که الله عز و جل برای نفس مفلح و نفس غیر مفلح، نفسی که خودش را به گناه آلوده کرده است، الله قسم خورده است. الله چند تا قسم میخورد بخاطر برای نفس مفلح و برای نفس غیر مفلح. نفس مفلح نفسی که نجات یافتگی است، سعادتمند شدگی است. نفس غیر مفلح همون میگن که خودش را بر گناه و معصیت آلوده کردگی است. چگونه که الله عز و جل میفرماید که چند تا قسم میخورد. من و شما میدونیم که وقتی الله عز و جل به تعداد از مخلوقات عظیم و بزرگش قسم میخورد، این همش دولت بر چی میکند؟ برای میکند که اولی که اینها خیلی عظمت و بزرگ هستند، این چیزهایی که الله قسم میخورد. این یک. دومی که الله وقتی که بر چیزی قسم میخورد حتما بعد از او یک مسئله مهمی را برای بندگانش الله عز و جل بیان میکند. از جمله نگاه کنیم که الله عز و جل قسم میخورد که والشمس و ضحاها، قسم به اون شمس و اون روشناییش، آفتاب و اون روشناییش. والقمر اذا تلاها، قسم به اون ماهتاب زمانی که میآید بعد از آفتاب. والنهار اذا جلاها، قسم به اون روز زمانی که اون روشن می شود. واللیل اذا یغشاها، قسم به اون شب وقتی که میپوشاند الله عز و جل اون را. والسماء وما بناها، قسم به این آسمان و آن ذاتی که این را بنا کرده. والارض وما طحاها، قسم به این زمینی که الله عز و جل او را هموار کرد. ونفس وما سواها، قسم به نفس و آنچه که الله او را برابر کرده. فالهمها فجورها و تقواها، و پس الله عز و جل انداخته در همین نفس هم فجور و هم تقوا، هم فسق و هم تقوا در این نفس هست. پس یا متوجه باشیم که در این نفس هم فجور است و هم تقوا است. اینطوریه فقط در این نفس فقط تنها تقوا است. و این خاطر است که رسول صلی الله علیه و سلم همیشه در خطبه‌هاش این دعا را می‌کردند، همیشه در خطبه‌هاش اینا می‌خواندند، میگفتند که الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره، و میگفتند که و نعوذ بالله من شرور انفسنا و نعوذ بالله من شرور انفسنا. برای چی؟ چون که در این نفس، در این نفس‌های هر یک من شما شرور هست و که همون فجور است. و نعوذ بالله من شرور انفسنا، همیشه در خطبه‌هاشون از نفسی، از شرارت نفس خودشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چیکار می‌کردن؟ از الله عز و جل پناه می‌بردن. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. برای هر کسی که الله اگر هدایت کرد او را هیچ کس گمراه کردن نمی‌تواند و هر کسی که الله گمراه کرد هیچ کس او را هدایت کردن نمی‌تواند. همه این بیان مقدمه و بیان اهمیت تزکیه نفس است. بله. و بعداً الله چی میگه؟ قد افلح من زکاها. همه این قسم‌ها پای در پای 6 7 قسم به مخلوقات عظیم و بزرگش، به تعداد از مخلوقات عظیم و بزرگش قسم می‌خورد. برای چی؟ برای اینکه قد افلح من زکاها، به تحقیق نجات یافت، رستگار شد، پیروز شد اون کسی که زکاها، قلبش را چو کرد، قلبش را، این نفسش را تزکیه کرد، نفسش را از گناه و معصیت و از خطا پاک کرد. و قد خاب من دساها، و به تحقیق زیان دیدک اون کسی که نفسش را آلوده کرد بر گناه. خواب اینی که کسی که زیان دید، خسران دید، اون کسی که دساها آلوده کرد نفسش را بر گناه و معصیت. بله. پس این آیت دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر عظمت و بزرگی تزکیه نفس میکند که باید که در مسئله باید دقت داشته باشه. و همچنین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ان العبد اذا اخطأ خطیئه نکتت فی قلبه نکته سوداء. وقتی که انسان، بنده میگه، وقتی که مرتکب عملی خطا میشود در قلبش یک نکته سیاه گذاشته میشود. فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. وقتی که اگر توبه کرد، استغفار کرد و برگشت از عملش، سقل قلبه، یعنی قلبش دوباره صیقل میشود، قلبش تازه کرده میشود. و این عاد زید فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اما وقتی که اگر باز دوباره مرتکب عملی خطا شد، همون نقطه سیاهی باز هم یک نقطه دیگر میشود، باز یک نقطه دیگر میشود، باز یک نقطه دیگر میشود، تا اینکه تمام اون قلب فرا میگیرد و بعداً
همین طور میشود که دیگه قلبش زنگ میزند، چون که الله عزوجل فرموده که کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، هرگز این طور نیست بلکه قلب هاشون زنگ زدگی است به سبب اون کسب عمل های خودشون. یعنی چرا دیگر قبول نمیکنن آیات الله عزوجل رو، یا که پند نمیگیرن، یا که پند وقتی پند چون میدهن پند نمیگیرن، متذکر نمیشون، به خاطر که انامون قلبشون به این درجه دیگر آمادگی است که دیگر اون وقت متاثر از گفته الله و رسول نمیشود. پس این است عاقبت چه کسی که قلبش را از گناه و معصیت پاک نکرده، پس تو این درجه را قلبش میرسد. پس این بیان اهمیت چی میشود؟ اهمیت تزکیه نفس است. و همچنین باز اگر ما دقت داشته باشیم که در الله عزوجل میفرماید که ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الحسنات یذهبن السیئات، همون حسنات سیئات را از بین میبرند. حسنات. پس از این آیت این برداشت میشود که هر نیکی انسان رو بر یک نیکی دیگر وادار میکند. از این خاطر باید انسان متوجه باشد که هر یک گناه انسان را بر یک گناه دیگری میکشاند. هر یک گناه معصیت، هر یک گناه صغیره انسان را بر یک گناه صغیره میبرد و هر یک گناه کبیره انسان را بر یک گناه کبیره دیگر مرتکب میکند و او را به او وادار میکند. چگونه که یک حسنات انسان را سبب میشود که حسنات دیگر انجام بدهد. این است. و دیگر اینکه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله که در بعضی از سنن ذکر میشود میاد که انسان به توسط عبد و بنده به توسط عبادت و فرائض، از اون اولا فرائض که انسان همیشه انجام میدهد او سبب میشود که وقتی که صادقانه و مخلصانه او را انجام میدهد، همون عبادت سبب میشود که انسان را به فرائض ببرد. چون که انسان اولا به الله عزوجل به توسط فرائض نزدیک میشود. و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه، میگه که انسان همیشه بنده من که با آن چیزی که محبوب تر است به سوی من از آن چیزهایی که من با او فرض قرار دادم، مثل فرایض نماز یا که فرایض روزه فرضی یا اینکه نمازهای فرضی و هر آنچه که الله فرض کرده است، به توسط این انسان حتی نگاه کنیم که حتی یک زن به توسط این حجاب کردنش به الله عزوجل نزدیک میشه. ما فکر نکنیم که فقط تنها حجاب کردن این فقط تنها یک حکم الله هست تمام، نه، بلکه ما را میدونیم که هر کدوم شما که متوجه میشیم که هر انسان وقتی که هر دستورات الله عزوجل رو انجام میدهد براش اجر و ثواب است. یعنی که انسان مادامی که با ستر و با حجاب است او همیشه در ثواب از طرف الله عزوجل در نامه اعمالش است و این فرض است و به توسط این یک بنده به الله عزوجل نزدیک میشود. و همچنین قسمت از مردا که ریش فرض است به توسط این که به خاطر الله عزوجل گذاشتگی هستند به الله عزوجل نزدیک میشود. پس هر آنچه که فرض است انسان به توسط اول به توسط اون به الله عزوجل نزدیک میشود. این انسان همیشه این انجام میدهد و این انسان سبب میشود که به الله عزوجل نزدیک بکنه، تو درجه نزدیک میکنه که دیگه این انسان خود به خود نوافل انجام میده. حالا برای چی من و شما در جهت انجام دادن نوافل سستی و ضعیفی میکنیم؟ همون به خاطر اینکه ما در قسمت از فرائض مشکل داریم. یعنی هر اندازه‌ای که انسان در فرائض در نوافل کوتاهی میکند، همون اندازه کوتاهیش در فرائض است. الله المستعان. همین است که الله عزوجل فرمود که ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. ببین الله عزوجل فرمود که ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، همون نماز، این نمازی که واقعا با خشوع، با خضوع و با تمام اون شرایطش خوانده بشود و اذکارهای مختلفی که در جهت رکوع و سجود و بعد از التحیات و از اینها آمدگی است درودها خوانده شود، همه اینها در حقیقت این نماز انسان را از فحشا و منکرات دور میکنه. الله عزوجل فرمود ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکرات دور میکنه و این سبب میشود که حتی در حدیث میاد که انسان و همچنین در جهت فرایض هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودگی هستند که مثال کسانی که نماز پنجگانه را میخوانند و به مانند همین است که گناههای شما را اینها میشویند، تازه میکنند، به مانند این که پیامبر مثال دادن برای اصحاب خودشون که مثل که یک نفر از شما اگر در پیش خانه که از شما اگر جوی باشد، در پیش خانه شما اگر همون عریق باشد یا که همون کانال باشد آب میگذرد، هر یک از شما در یک روز 5 مرتبه اگر شما آبوزی بکنید، غسل بکنید و سرتون در همینجا بشویید، آیا چیزی از چرکنی ها آیا در بدنتون باقی میماند؟ اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که نه، چیزی باقی نمیماند. پس گفتن که انا همین است مثالی نمازهای فرائض پنجگانه که وقتی که شما این انجام میدهید اینها گناههای شما را میشویند، گناههای شما را چی میکنن؟ پاک میکنن. پس به توسط این فرائض انسان به الله عزوجل نزدیک میشود و تا جایی که ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذنی لأعیذنه. بله، چون که در روایت بخاری میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودند که انسان همیشه به توسط فرائض که محبوب ترین چیز برای الله عزوجل نزدیک میشود و همیشه بنده من نزدیکی میکند الیه بالنوافل. پس معلوم میشود که اولا به فرائض انسان به الله عزوجل نزدیک میشود که همین فرائض انسان وادار میکرد که عمل نوافل انجام بدهد و انسان به توسط نوافل به الله عزوجل نزدیک میشود. مثل نوافل نماز ضحا، یک نماز مصلی آفتاب میگن که چاش میکند تو 8 رکعت ثابت است، 2 رکعت انسان بخوند، پس این خیلی عظیم است. و سنت های که پیش از نمازهای فرض هستند و بعد از نمازهای هستند سنت های مؤکده میگن که هر کسی که 12 رکعت سنت بخواد در روایت میاد که یک قصر در جنت براش بنا کرده میشود. و همچنین بقیه از نفل های هستند. سلف صالح مثلا، البته در این مسئله باید دقت داشته باشیم که نماز شب از بعد از غروب آفتاب شروع میشود، یعنی بعد از نماز مغرب نماز شب شروع میشود، اما ویتر بعد از نماز عشاء شروع میشود. و سلف صالح ثابت است که اونها بعد از نماز مغرب اونها نماز میخوندن. البته نماز به عنوان اوابین حدیثش ضعیف هستند که بعضی از مستفیدان میخونن 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت بعد از سنت نماز مغرب. و این مقید کردن سنت که نوافل به این اندازه این ثابت نیست، اما از سلف ثابت است که تا نماز عشاء را چیکار میکردن؟ نماز میخوندن. بله، و همچنین از همین وقت شروع میشود. پس انسان به توسط این سبب میشود که فرایض که نوافل انجام میده، به توسط این نوافل دیگر انسان به الله عزوجل نزدیک میشود تا اینکه این نفر محبوب الله عزوجل قرار میگیره. نتیجهش چی است؟ نتیجهش حاصلش است که این نفر محبوب الله میشود، تا جای محبوب الله میشود که الله میفرماید که وقتی که من او را دوست داشتم كنت سمعه الذي يسمع به، من شنواییش میشم که به توسط اون میشنود، و بصره الذي يبصر به، و من چشمایش میشم که به توسط اون میبیند، و من ويده التي يبطش بها، و من دستش میشم که به توسط این دست اون میگیرد، و رجله التي يمشي بها، و من پایش میشم که به توسط این میرود. ولا ان سالني، و اگر من سوال بکند لأعطينه، حتما او را میدهم. یعنی تو این درجه را بنده محبوب الله میشود که اگر من سوال بکند فورا او را میدهم. حتی در روایت داریم که از بندگان الله عزوجل کسانی هستند که اگر همین سوال بکن فورا الله براشون میدهد. یعنی تو این درجه را به الله عزوجل نزدیک هستند که اینا در حقیقت اولیای الله شدگی هستند، اولیای حقیقی الله، یعنی هم اولیایی که دوستی حقیقی الله عزوجل هستند. و تو جایی که حتی میفرماد که ولا ان استعاذنی، اگر از من طلب کمک، طلب پناه بجوید، اگر طلب پناه بکند از شر هر چیزی که باشد، لأعیذنه، حتما او را پناه میدهم. یعنی که تا جای پناهش میدهم که هیچ کس او را ضرر رسوند نمیتونه. این گونه بندگان الله عزوجل در این روی دنیا که میگن اولیای الله عزوجل که وجود دارد. بسبب چی؟ بسبب که حتی این بعض از علما مفسرین میفرمایند که این که من گوشش میشم که با او میشنود و این من چشمش میشم که با او میبیند، و این میگه که یعنی معناش این است که یعنی این انسان تو این درجه را بنده نزدیک الله میشود که حتی تمام عضوهاش الله را اطاعت میکنن، تمام عضوهاش دیگه نافرمانی الله را میکنن. یعنی که این چشمش و بینایش دیگه بیناش حفظ میکند، نگاه کردنش حفظ میکند، شنوایش حفظ میکند و تمام اعضاش حفظ میکند. تا این درجه را این بنده چی میشود که تمام دیگه عضوهاش در جهت اطاعت الله و اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم اینها صرف میشود. این است. پس در این جبر میگردی همه باشی به تزکیه نفس. پس همین حدیث هم پس به این دلالت میکنه که انسان ضرورت دارد به تزکیه نفس، چون بدون تزکیه نفس انسان به این مرحله ها، به این درجه ها نمیرسد. تا زمانی که انسان خودش را از خطاها و گناه ها و معصیت اگر پاک نکند به این درجه ها نخواهد رسید. یک نکته دیگر است که در جمع نوشتگی است و اون چی است؟ ابواب دخول شیطان. یعنی شیطان با کدام درها وارد میشود. و ما این را باید که متوجه باشیم که شیطان وقتی که وارد انسان میشود، شیطان سیاستمدار است، میفهمد یعنی که هر کس را به موافق انمون حالت شیطان واسوسه میکند. یعنی هیچ وقت یک نفر در داخل مدرسه است هیچ وقت او را امر به زنا نمیکند، چون شیطان هم میفهمد و میدوند که این امر سخت است برای یک انسانی که در مدرسه است، و اما مقدمات زنا را براش پیشنهاد میکند. یا اینکه اون نفر کار میکند که اولا از مدرسه بیرون بکند، از جای تعلیم، از جای تربیت، از جایی که از شیطان دور میشود، باید او را از اونجا باید که دور بکنه. پس یک سبب را، یک حالتایی را نگاه میکنه ضعیفیش در کدام جهت است، همون را شیطان میگیرد به توسط همون او را از اولا از این مکان خیر او را بیرون میگیرد و بعدا اون وقت بعد مقدمات زنا را، اونم یک بار بازم زنا نه، چون که اینجا تربیت شده است، بعدا مقدمات زنا را اول براش آیسته و بعدا او را بعد عمل زنا و عمل زشت بعدا او را چیکار میکنه؟ وادار میکنه. این از توسط وسوسه شیطان
و او را مثلا به منکرات و فحشا بردن به مرحله و به حالت‌های مختلف و آیسته آیسته. و گفتیم که شیطان نگاه میکرد حالت انسان که در کدام جهت انسان دچار ضعف است و درهای دخول شیطان از همین دو راه هستند، دیگر راه سوم نیست. شیطان در انسان داخل میشود یا از طریق شبهات یا از طریق شهوات. و ما این باید که دقت داشته باشیم که یگانه دشمنی که الله عزوجل دشمنیش بیان کردگی هست به اندازه دشمنی شیطان، هیچ دشمنی الله عزوجل به این اندازه به وضاحت و آشکارا بیان کردگی نیست. شیطان به این اندازه الله دشمنیش بیان کردگی است که شیطان دشمن شما است. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شما است، شما او را دشمن بگیرید. انما شیطان دعوت میکند، وسوسه میکند، دعوت میکند. در کجا دعوت میکند؟ در کجا وسوسه میکند؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان کسی است که در صدور مردم، در قلب‌های مردم وسوسه میکند. حتی الله عزوجل ایران گفتگی است که در کجا وسوسه میکند. نتیجه دعوتش چی است؟ نتیجه وسوسه چی است؟ لیکون من اصحاب السعیر. تا اینکه شما یا انسان لیکون من اصحاب السعیر، از چی باشن؟ از اصحاب جهنم باشن. این حاصل دعوتش است. این هم الله گفتگی است. در کجا وسوسه میکند؟ در قلب که پادشاهی بدن است، سلطانی بدن است. در حدیث میگه که ان فی الجسد مضغه، الا ان فی الجسد مضغه. آگاه باشید که همون در این جسد یک پارچه گوشت است. اذا صلحت صلح الجسد كله. وقتی که این پارچه گوشت اگر پاک شد تمام جسد پاک میشه. اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. وقتی که اگر این پارچه گوشت اگر فاسد شد تمام بدن چی میشه؟ فاسد میشه. الا و هی القلب. میگه آگاه باشید که انا همین پارچه گوشتی است، این قلب است. بله، پس این قلب پادشاهی بدن است، سلطانی بدن است. حتی طب امروزه هم این اثبات کرده است که به تمام اعضا را که اون خونه ها را باریک میکند و به تمام اعضا روان میکند، همش برمیگردد به سلامتی انم قلب و به همون حرکت انم قلب است. پس این قلب یک مکان محرک انسان است که الله عزوجل بیان کرده است که شیطان در همین جای پادشاه و سلطان بدن شیطان وسوسه میکند. نگفت است که الذي يوسوس في سمعكم او في بصركم او في ايديكم او في رجلكم. نگفت است که شما را در گوش هاتون یا که در چشماتون در دستاتون وسوسه میکند، بلکه الذي يوسوس في صدور الناس. و شیطان کسی است که وسوسه میکند در قلب های مردم. بله، لشکران شیطان کی هستند و از کدام طایفه هستند که وسوسه میکنند؟ من الجنه و الناس، یعنی از طایفه جن و انس هستند. حتی الله از کدام طرف وسوسه میشود، از کدام گروه هستند، الله این حتی بیان کرده است، از جن و انس. یعنی وسوسه شیطان در قلب است، دشمنیش الله بیان کرده است. و همچنین الله عزوجل در کجا وسوسه میکند این شیطان را بیان کرده است. و همچنین عاقبت و حاصل و نتیجه دعوتش چی است؟ عاقبتش انسان به جهنم بوده است. و الله گفته است که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آیا من عهد نگرفتم از شما ای فرزندان آدم که الا تعبدوا الشیطان، شما شیطان را عبادت نکنید؟ به خاطر که شیطان فقط تنها یک وسوسه میکنه. حتی در روز قیامت شیطان میگه که فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. شیطان میگه که فلا تلوموني ولوموا انفسكم. در روز قیامت میگه شما من را ملامت نکنید، من فقط شما را تنها یک دعوت کردم. سوره ابراهیم الله ذکر میکنه، میگه من فقط تنها شما را یک دعوت کردم، شما پذیرفتید. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، شما نفسهای خودتون را ملامت کنید. این روز من شما را نجات بدم نمیتوانم از این عذاب الله عزوجل. با آنچه که شما شرک کردید یا که کفر کردید مرا شما ملامت نکنید. مثال شیطان گفتگی است که مثل شیطان اذ قال للانسان کفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. مثال شیطان نتیجه دعوت گفتگی است. عاقبت دعوت شیطان این انسان با کفر بعدا به جهنم بردن است. این نتیجه و حاصل دعوت شیطان است که الله را به صراحت گفتگی است که مثال شیطان است که انسان با گناه و معصیت بعدا میبرد. وقتی که انسان کفر و معصیت کرد میگه که قال الانسان کفر، وقتی به انسان گفت که کفر بکن، وقتی کفر کرد فلما كفر قال اني بريء منك، بعدا میگه که من از تو بیزار هستم. اینی اخاف الله رب العالمین. خودم شیطان باز میگه من میترسم از اون اللهی که رب العالمین است، من از اون میترسم. انه ليس له سلطان على الذين امنوا. در سوره نحل الله ذکر میکنه و علی ربهم يتوکلون. شیطان با کسانی که ایمان به الله عزوجل و توکل به الله دارن، شیطان سلطنت نداره برای اینها وسوسه کردن. انه ليس له سلطان على الذين امنوا و علی ربهم يتوکلون. اون کسانی که به الله ایمان آوردن، در حقیقت ایمان حقیقی و واقعی و توکل به الله و ربشون دارن، این شیطان سلطنت ندارد اینها را وسوسه کردن، قدرت ندارد. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. شیطان میگه که الله عز و جل فرمود که شیطان با همون کسانی که با او دوستی میکنن و با او بس به طرف او برگشتگی هستن و با الله عز و جل مشرک شدگی هستن و کافر شدگی هستن، شیطان با اونها تسلط دارد، بر مؤمن حقیقی تسلط ندارد. اما وسوسه میکند بعد که انسان همیشه باید که استغفار بکند و توبه بکند و بر بگردد از وسوسه شیطان.
پس شیطان ها من الجنة والناس، یا از جن ها هستن یا از انسان ها هستن. یا جن ها هستن که در قلب وسوسه میکرد، یا انسان ها هستن که فکرهای شیطانی میدهن و مشوره های شیطانی میدهن که و کار میکنن که از جاده اسلام و شریعت و طریقه رسول صلی الله علیه و آله بیرون میکنن. پس اینمی از همه اینها دولت برچه میکند؟ دولت بر این میکند که هر یکی من و شما احتیاج به تزکیه چی داریم؟ به تزکیه نفس داریم. و انسان وقتی که اگر خودش تزکیه نفس نکند بدون شک در همین مشکلات واقع میشه که این تنها گرفتن معلوماتش براش اونقدر فایده نمیدهد. و در جهت تزکیه نفس در حقیقت بعضیا اومدن غلو کردن، زیادروی کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که و ان لنفسک علیک حق، و همان برای نفس تو به خودت حق دارد، نفست بر تو حق دارد، لازم است که حق نفست رو انجام بدی. در این قسمت بعضیا اومدن غلط فهمیدن و خطا کردن و گمان کردن که حق نفس همین است که انسان باید که انسان با او سختی بگیرد و از تمام اون چیزی که الله او را مباح کرده است، حلال کرده است، از او خودش مثلا که دور بکند، مثل ازدواج کردن، مثل مثلا که خانه دار شدن، مثل امثال دیگر از اون چیزایی که الله را مباح کرده است و از احتیاجهای بشری هست، اومده یک سری یا یک چیزایی که الله حلال کرده است. حتی یک طایفه هستن به نام مثلا که صوفیا هستن، حتی یک از اساتید زمین چیزا نقل کردن که در یک جلسه نشسته بودیم، بعداً گوش آوردن گفتن که بخیرید، گفتن که ما را شیخ ما را همون پیرمان گفتگی است که حالا چیز نخرید، برای ما این حرام کرده است، ما حاضر نمیتونیم که این چیزا بخریم. یعنی که این تشدید، این سختی، این چیزهایی که حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تعداد اومدن از طاعت و عبادت پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن، در مورد جواب دادن که گفتن که پیامبر چه خیلی خواب میرود، پیامبر صلی الله علیه و آله شب چیکار میکند، گفتن که بعضی وقتا روزه میگیرد، بعضی وقتا شب رو خواب میرود، بعضی وقتا شب رو قیام میکند و حالت پیامبر مختلف است. و اونها گفتن که این پیامبر الله است. گویا در حدیث میگه که گویا اینکه کم گرفتن همین کاری که پیامبر میکرد، اینا کم گرفتن. و بعدش گفت که من اصلا ازدواج نمیکنم. ببین از همینجا انحراف و کجروی در دین از همینجا شروع میشود. یک تاش گفتن که من کلا ازدواج نمیکنم، یک تاش گفتن که من تماما شب خواب نمیرم، کلا شب نگهداری میکنم، و یک نفرش گفتن که من کلا روزه میدارم، هیچ وقت یعنی که روزه همیشه پای در پای و روزه من نمیخورم هیچ روزه. و دیگه گفتن که هیچ من ترک ازدواج میکنم، من ازدواج نمیکنم. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن از این حالت چون پیامبر مادرمون خبر دادن به رسول صلی الله علیه و سلم، پیامبر گفتن که پیامبر فرمودن که من کسی هستم که با تقوا ترین اینها هستم، از همه میترسیدگی به الله عزوجل نسبت به اینها من هستم. اما من هم میخوابم و هم من روزه میگیرم، هم افطاری میکنم، هم ازدواج میکنم و هم الله عزوجل را عبادت میکنم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم این چیزا نهی کردن. یعنی که ایده اومدن این که در این حدیث مونده است که و ان لنفسک علیک حق، و همون برای نفس تو نفست بر علیت حق دارد. اومدن ایده اومدن اشتباه و خطا فهمیدن تو این درجه ای که اومدن بر نفسهای خودشون چنان تشدید و سختی ها آوردن که و حتی خودشون را از آن چیزهایی که احتیاج های یک بشری است اونها را کردن از خودشون دور کردن. بدون شک وقتی که انسان خودش را از آن چیزی که احتیاج یک بشر هست دور بکند، زندگی براش سخت میشه. یعنی امکان ندارد، چون فطرت انسان به همین چی خلق شدگی است و این امکان ندارد که از این جدا بشه. و یا که اومدن یک چیزی که الله عزوجل اونها را حلال کرده است اونها به خودشون حرام کردن، یا که از اونها چنان پرهیز کردن که حتی به مانند یک حرام بریم، یعنی که کلا از اون استفاده نمیکنن. پس این به خطا و به غلط اینا فهمیدن. و یا اینکه اومدن فقط تنها تزکیه نفس رو فقط تنها در یک خلوت کردن و گوشه نشینی کردن در جاهایی که دور از چی باشد، دور از مردم باشد، حتی تو جایی که فرائض که نماز با جماعت خونه است حتی این ترک میشود، پروا ندارن. یعنی انسان خلوت خودش باید که بعضی وقتا خلوت بکند و این خلوت خیلی خوب است، تنها میشود با الله عزوجل. چقدر که در حدیث میاد که اون 7 طایفه هستن که در زیر سایه الله عزوجل هستن که در روز قیامت هیچ سایه نیست غیر سایه الله. روز قیامت در زیر سایه الله هستن. یکیش همون کسی هست که تنها میشود و الله عزوجل ذکر میکند، الله عزوجل یاد میکند و از ترس از چشماش آب میریزد. پس این خلوت اصل صحیح و درست است، یعنی نفر تنها میشود از مردم و به الله عزوجل روز نیاز میکرد. اما این تو جایی نرود که این مخالفت شرع بشود، یعنی تو جایی نرود که حتی با ریا بشود که بعضی میگن که فلان نمیشناسی هر روز عبادت کنی میرود سحر و بیگم میگرد میاد کجا میرد بالای کام میرود و این غلط و اشتباه است. پس اینا میگن چی؟ میگن انتهای حماقت و انتهای گمراهی که یک شخص بیاد تزکیه نفس به این اندازه بفهمد در حالی که کلا گمراهی است. در حالی که تزکیه نفس این است که انسان خلوت گزین بکند و بعدا مرتکب تزکیه نفس نمیشه، بلکه برعکس آلودگی نفس میشه. انسان تابلو میشود، در پیش مردم نمایان میشود که فلانی رو ببین سحر میراد فلان کو بگم اون شیخ بزرگ است، پیری بزرگ است. در اصل این خودش است، این خودش مبتلا کرده است با آلودگی بزرگترین، این که همون شرک اصغر است که این همون ریا است که شرک اصغر است. بله. و اما خلوت صحیح و درست هست، اما
اینکه هم با طبق شریعت باشد که انسان به الله تنها میشود، به الله دعا میکند، چون خلوت یکی از نعمت‌های بزرگ است. خلوت وقتی که انسان تنها شد، این از بزرگترین نعمت الله است برای یک شخص که انسان میتونه که کاملا خالصانه دعاش، ذکرش، عبادتش، سجدهش و راز و نیازش به الله عزوجل بکند. شاید این نفر باشد همراه شد اونقدر نتواند که به الله عزوجل راز و نیاز بکند. پس به اون خاطر برای انسان‌های صالح خلوت از بزرگترین نعمت‌ها است، اما برای انسان‌های مفسد و انسان‌هایی که محبت فحش و منکرات دارند، برای اونها خلوت چی است؟ برای اونها خلوت یک عذاب است، برای اونها نعمت نیست، برعکس برای اونها عذاب و گناه است که اونها وقتی که فرصت یافتن مرتکب محارم الله میشوند. در حدیث هم ذکر میشود که روز قیامت یک انسانی میاد که اون تمام عملها را انجام داده است، روزه دارد، فرایض دارد، نوافل دارد، اما یک نفر میگه این نفر مفلس است. پیامبر فرمود که آیا میشناسید مفلس کی است؟ گفتن که نه. گفتن که اون کسی است که با تمام فرایض و با تمام این چیزا میآید، اما یک نفر از زدگی است، یک نفر بعداً قتل کرده است، یک نفر بالاش ظلم کرده است، همه اینا تمام امون حسناتش میگیرند و این نفر هیچ چیز نمیموند. بعداً باز هم دعوا کننده ها زیاد هستند، باز از اونها میگیرن، از گناه های اونها میگن در این میدهند، بعداً این نفر داخلش میکنن جهنم میگیرن. پس اینا میگن انسان مفلس، انسان بیچاره، انسان به هیچ چیز، اینا را گفتن مفلس میگن. اما صحابه گفتن که مفلس کسی است که درهم و دینار ندارد، هیچ پول ندارد. پیامبر فرمود نه، مفلس حقیقی همون کسی است که به این شکل است، تمام طاعت انجام داده است، اما روز قیامت میشود همش حسناتش مردمی که باهاشون خیانت کرده است از اون میگیرنش و بعداً همه خیلی مفت میرود داخل جهنم، هیچ خالی. و یکی کسی هست که وقتی که انسان تنها میشود مرتکب محارم الله میشود، برعکس برخلاف انسان صالح که انسان صالح وقتی که تنها میشود اون الله عزوجل عبادت میکند. بله، از جمله همون 7 طایفه که روز قیامت در زیر سایه الله عزوجل هستند از همون جمله قرار میگیرند. و تعداد اومدن در جهت تزکیه نفس تفرید کردن، تعداد افراد کردن، چون قبلا بیان کردیم چیزهایی که الله حرام کرده است، چیزهایی که الله عزوجل حلال کرده است اونها رو حرام کردن، یا اینکه اومدن اونها را از اونها پرهیز کردن که حتی کلا از اونها استعمال میکنن و اینا با خودشون سختگیری کردن، در حالی که این گونه نیست شریعت. و یک تعداد اومدن تفرید و کوتاهی کردن و این مسئله را اهمال گذاشتن. کلا تزکیه نفس چی است و ما باید که نفس را واقعا باید که تزکیه بکنیم، کلا از این چیزا دور شده هستن و کوتاهی کردن، مسئله را اهمال گذاشتن و این مسئله توجه نمیکنن. پس اما شریعت در این مسئله برای تزکیه نفس متوسط است، همون طریقه رسول صلی الله علیه و آله است که نه افراد و نه تفرید است. یا ما بیان کردیم که بابهای دخول شیطان هم دو چیز هستن، یکی شبهات، یکی شهوات. شهوات چه میگن؟ شرک و کفر، بدعت، خرافات. یه شبهات میگن، این شبهات شرک و کفر و خرافات همینا میگن. یعنی شیطان نگاه میکنه که اگر انسان تقوا باشد، خودش را حفاظت بکند از همه چیز، پس او را همیشه واردی در همین شبهات او را وسوسه میکند. مثلا که این چرا باشد، این قانون در اسلام برای چرا باشد، چرا ما باید که در وقتی برای نماز ها باید که ما طهارت بکنیم، چرا در یک روز 5 وقت نماز است، چرا ما باید که هر سال 1 ماه باید که روزه بگیریم، چرا که ما مثلا که حجاب بکنیم اگر زن باشد، اگر مرد باشد چرا ما باید که ریش بگذاریم، چرا این واجب شده. امثال همین ها مختلف از شبهات را شیطان به توسط امو شیطان الانس و شیطان الجن در مکتبه های کفری این همین چیزها را آیسا داخل میکنن. حتی ببینید که ذره های مکتبه های همین طاغوتی و کفری همین است، خصوصا در اروپا و در غرب، که اونها درست است که در اوج را آزاد میگذارن که در دین آزاد است، دین انجام بدهی. لیکن فرقیتش از این جایی که من شما هستیم در این است که در اونجا بر دین، یعنی که دین طعن زدن آزاد است، در حالی که در دیگر کشورهایی که گرچه که کشورهای اسلامی هم نباشند اما اکثرشون مسلمان نشین هستند در اونجا اجازه نمیدن. تو معلم فرض میکنن، طلبه ها فرض میکنن، این توش غیرت دارد سر اینکه برای الله عزوجل دشمن شود، برای پیامبر صلی الله علیه و آله شود، یک غیرت سرش هست. اما در اون کشورها نیست. در اون کشورها این توش هست که حتی تعلیم یهودیت تعلیم میدن، نصرانیت تعلیم میدن. این چیزی هست که همه اینا میدونن و برای مردم آزاد است. و حتی بعضی‌هاش هستن که انتقاد میگیرن، یک کم شبهات میاندازن، میگه چرا پیامبر این کارو کرد، چرا مادر همسایه پیامبر این طرح هستن، یا که چرا پیامبر این اندازه ازدواج کرده، این قدر زن گرفته. یعنی آیسا سمت یک شبهه همه اندازه و طفلای ما که وقتی اونجا نشسته هستن اونها نمیتونن و پاسخ نیست برای این شبهات و همین شبهات بالای شبهات سبب میشه که انسان به درجه ملحدی میرسد. به درجه میرسد که حتی فرایض الله را انکار میکنه. حتی تو جایی که میاد چیزی که در شریعت فرض هست میاد حتی همون میاد که چرا این فرض هست، تو حتی میاد فرایض الله را قانونی الله را زیر سوال قرار میدید.
یعنی پس این میگن چی؟ شبهات. شیطان میگه که در جهت شهوات انسان به فحشا و منکر و این چیزا نمیرود، تقوا دارد، پس در شبهات داخل میشود، از طریق شبهات نفر گمراه میکنه. اما اگر انسان عقیده و منهج چه آموخته، تعلیم گرفته، هیچ شبهه‌ای در انسان نیست، پس شیطان از این در وقتی دیگه داخل شد نتوانست، پس از در شهوات داخل میشود. از در شهوات چگونه داخل میشود؟ انسان به فحشا و منکرات تو جای قرار میدهد که دیگه چشمش دیگه بد میبیند و گوشش بد میشنود و دیگه همین منکراتش کار میکند، دست به همین منکرات میزنه از طریق شهوات. پس نگاه میکنه که انسان در کدام حالت است، در عقیده، در منهج، در چیز سخت باشد، شرک و کفر و شبهات یگون چیز از این چیزا ندارد، نمیرود، فکر نمیکند، پس در جهت شهوات وارد میشود و انسان به طرف همین انسان گمراه میکند. شهوات گفتیم که گناه و معصیت هستند، فحشا و منکرات هستند که آیه سه که از نگاه شروع میشود. ما اینا متوجه باشیم که قلب از کجا غذا میخورد؟ طعام قلب از کجا هست؟ از چشم است. هر چیزی که چشم میبیند دل او را چکار میکند؟ فریاد میکند. به همین خاطر یکی از اسباب ضعف ذهن و کندی ذهن این چیز این نگاه است. چون که علما میفرمایند که النظر سهم من سهام شیطان، نظر تیر از تیرهای شیطان است که انسان باید نگاهش را حفظ بگیرد. به توسط همین شیطان چیکار میکنه؟ انسان را گمراه میکنه. از این خاطر است که الله عز و جل در سوره نور برای مردهای مؤمن و زنهای مؤمن دستور میدهد که قول المؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مردهای مؤمن بگو که چشماش پایان بکنند، و همچنین برای زنهای مؤمنه بگو که وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و ببین که من شما در یک عصر قرار داریم که سبحان الله که از جمله این تلفن ها هستند که واقعا انسان ها را به چه راههای انسان ها میبرن و بعضی وقتا شما دنبال میشین برای یک چیز به دست آوردن یک چیز خوبه، هزار چیز بد توجیه میشود، نمایان میشود و هر یک اون باز چیزی بدی که نمایان میشود انسان با بعضی یک کاری بد دیگر راهنمایی میکند. از این خاطر پس علما میفرمایند که انسان باید که از این چیزا کلا پرهیز بکند و اینا در همون کارهایی که در شریعت درست هستند و نیاز داره، واقعا احتیاج دارد استفاده بکنه، و الا هر کسی که از اینا پرهیز کرد پس واقعا که این تقواش را و همه چیز را این نفر حفاظت کرده است. پس این بدک مختصرا مقدمه در رابطه با مسئله تزکیه نفس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب